بحث بر سر تأثیرات مثبت و منفی برنامه‌های تلویزیونی همچنان به این سو آن سو میچرخد، اما انکار اینکه تلویزیون رویدادهایی را در حال تغییر جهان ساخته است بسیار سخت است. در ادامه بخوانید و درباره برخی از مهمترین لحظات تاریخ تلویزیون بیشتر بدانید. زمانی که تصاویر روی صفحه‌های درخشان ما دیدگاه‌های ما را نسبت به جهان تغییر دادند. تلویزیون رو دوست داشته باشید یا از آن متنفر باشید، باید اعتراف کنید که تلویزیون یکی از قدرتمندترین اشکال رسانه‌های جمعی در دنیای الان است. همه بیلبوردها را نمی‌بینند و خوانندگان می‌توانند برای جلوگیری از تبلیغات روزنامه یا مجله صفحه را ورق بزنند و در حالی که اینترنت ممکن است یک نیروی فراگیر در فرهنگ مدرن باشد، اما اونقدر گسترده و متنوع است که پیام‌های آنلاین می‌توانند در اقیانوس محتوا گم شوند. اما تلویزیون حتی 7 دهه پس از اولین حضورش در بازار مصرف هنوز یک ابزار ارتباطی فوق‌العاده قدرتمند است. میلیون بیننده هر هفته به برنامه‌های مورد علاقه خود سر می‌زنند و تبلیغات مرتبط را که هر 15 دقیقه به برنامه وارد می‌شوند جذب می‌کنند. صدها میلیون نفر از سراسر جهان در همان لحظه برای ضبط پخش زنده رویدادهای در حال تغییر جهان هماهنگ می‌شوند و اخباری که پخش کننده ها هر شب مخابره می‌کنند و اقدامات روز بعد برای افراد بیشماری در سراسر جهان تأثیر می‌گذارند. دنیای رنگ‌های شگفت انگیز. ظهور تلویزیون رنگی در دهه 1950 برای بینندگان قابل توجه بود. خانواده‌ها عادت داشتند رنگ‌ها را هنگام تماشای تصاویر سیاه و سفید تصور کنند. ناگهان خود را به دنیای زنده و پر جنب و جوش روی صفحه نمایش خانه‌شان منتقل کردند. فناوری رنگی در اوایل دهه 1920 شروع به توسعه کرد، اما استانداردهای کمیته سیستم تلویزیون ملی در اوایل دهه 1940 لازم بود تا تلویزیون رنگی گسترده و مغروم به صرفه به واقعیت تبدیل شود. اولین مناظره تلویزیونی ریاست جمهوری. مورخان سیاسی و کارشناسان رسانه به طور یکسان موافقند که مناظره تلویزیونی ریاست جمهوری بین ریچارد نیکسون، معاون جمهوری خواه رئیس جمهور و رقیب نسبتاً ناشناخته او، سناتور ماساچوست جان آف کندی، در 26 سپتامبر 1960 چهره انتخابات ریاست جمهوری را تغییر داد. برای اولین بار رای دهندگان آمریکایی فقط سخنان نامزدها را در مورد سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضعف‌های رقبا نشنیدند. بینندگان اکنون می‌توانند ببینند که نامزدها استدلال‌های خود را ارائه می‌کنند. این تغییر باعث شد تا نظر به نفع جان آف کندی رانده شود. سیاستمدار جوان و خوش‌تیپ با سطحی از اعتماد به نفس ظاهر شد که بر نیکسون رنگ پریده و ناسالم سایه انداخته بود. تبلیغات ساعت بلووا. تماشاگران تلویزیونی آمریکایی که برای دیدن رویارویی بروکلین داجرز با فیلادلفیا فیلیز در 1 ژوئیه 1941 هماهنگ شدند. احتمالاً متوجه نشدند که در شرف دیدن تاریخ تلویزیون هستند، اما زمانی که یک صحنه 20 ثانیه‌ای از یک صفحه ساعت بلوار روی صفحه نمایش آنها ظاهر شد که با عبارت جهان در زمان بلوار اجرا می شود دوبله شده بود، حدود 4000 بیننده شاهد یک نقطه عطف بودند. اولین تبلیغ تلویزیونی پولی. همانطور که هر کسی که تلویزیون مدرن تماشا می کند می داند، تبلیغات بخش جدایی ناپذیر از بخش تلویزیونی است. تبلیغات نه تنها نحوه خرید ما را تغییر داده است، بلکه نحوه تولید برنامه‌های تلویزیونی را نیز تغییر داده است. درام‌های تلویزیونی اغلب در لحظات پرتنش برای آگهی‌های بازرگانی شکسته می‌شوند و بینندگان را وادار می‌کنند تا پشت آگهی‌ها بنشینند تا ببینند چه اتفاقی می‌افتد و تولید تبلیغات تلویزیونی به یک تجارت پرمخاطب تبدیل شده است که به اندازه خود برنامه‌های پخش شده نفوذ دارد. نیویورک $9 برای آن آگهی تبلیغاتی در سال 1941 پرداخت کرد. مبلغی بی نهایت ناچیز در مقایسه با میلیون‌ها دلاری که برای تبلیغاتی که در رویدادهای مدرن مانند سوپر بول پخش می‌شوند صرف می‌شود.
این تبلیغ کوچک فقط نوک یک کوه یخ پخش بود و باید فکر کرد که آیا نمایندگان تبلیغات بلووا یا پخش کننده‌ای که آگهی را فروخته است هیچ ایده‌ای از آن لحظه پخش کوتاه داشتند؟ با سابسکرایب کردن از تیم ما حمایت کنید.